حتی با کوچکترین قدمی که بخوای برداری. نمیتونی تصور کنی خود منی که الان دارم برای تو اینا رو ضبط میکنم تو چه شرایطیم. همون مثال ایرانی هست که میخوان نشون بدن وای من از تو بدبخت دارم و از این حرفا، ولی نه واقعا منم شرایطم شرایط خیلی فیلمیه. خودم هنوز باور نمیکنم تو همچین شرایطیم، اما دارم تلاش میکنم که پاشم. به خاطر همین به تو هم میگم بابا جون پاشو ادامه بده، اصلا بیا بپاشیم. مثلا با شنیدن هر روز 5 دقیقه از من شروع کن. به نظرم میتونه یه ذره انگیزه بده. یعنی انقدر قابل تحمل نشد نیستم و قابل تحملم. یا اصلا کتابی که ماهاس گذاشتی کنار رو باز کن. ورزشی که این همه عقب انداختی رو شروع کن. اون ایده‌ای که تو ذهنت خاک میخوره ولی نمی‌نویسی رو بنویس تا ننوشتنش بقیه. تو هنوز نمیدونی چقدر قوی هستی، چون هنوز امتحانش نکردی. قدرت واقعی تو پشت ترسات پنهان شده. هر بار که به ترست حمله کنی یه قدم نزدیکتر میشی به خود واقعیت. تازه اون موقع وقتی برگردی رو مسیر رو نگاه کنی میبینی سختی ها فقط ابزار بودن نه مانع. میبینی که تو همون آدمی شدی که همیشه توی رویاهات میدیدی. وای خدای من، یه لحظه خدایی یه لحظه چشماتو ببند و اون روزو تصور کن. حتی تصورش هم لبخند میاره روی لبت. خیلی شیرینه. پس وقتی این ویدیو تموم شد گوشی رو بذار زمین، از جات بلند شو، حرکت کن، چون دنیا منتظر بهترین نسخه توه. منم همینطور. شاید نتونیم همدیگر ببینیم، شاید مجازی باشیم، شاید فکر کنی فقط یه صدا قراره با دکمه دستتو خاموش بشه، اما باور کن از ته ته قلبم برات خوشحال میشم. به نظر من رفیقای مجازی خیلی شرف دارن به رفیق نماهای واقعی. اینو استوریش کن. فعلا خدافظ.